نظام شما عزیزان شنیدید. در فضای مجازی بعضی از این صحبت تعبیرهای داشتن و متوجه صحبتهای بنده نشدن و تحلیل بعضی از دوستان درست نبود. میخوام چند نکته را اشاره کنم. اول اینکه تأکید میکنم نظام فعلی افغانستان یک نظام فاسد هست، در هیچ شکی نیست. تو کسی که داخل نظام هم کار میکنی میدانی که این نظام فاسد هست. در رأس این نظام خائنین قرار گرفتن، ظالمین قرار گرفتن. این نظام را نمیشه گفت نظام مردمی، نمیشه گفت که این برخواسته از بطن مردم هست، بلکه 4 نفر انسانهای خودفروخته، انسانهای بیدین، انسانهای خائن و ظالم قدرت را به دست گرفتن، بر اریکه قدرت قرار گرفتن، بر گرده مردم سوار شدن و بالای مردم ظلم و ستم میکنن. بیاییم دستاوردهای نظام را درباره دین، درباره خدمت به وطن، درباره منافع ملی بیاییم صحبت کنیم که تا حال چی دستاورد داره این نظام. تاجر ما امروز در امن نیست، مریض ما امروز در مرزها و بیرون از مرزها میمیره. امروز نه سرک درسته داریم، نه شفاخانه درسته داریم، نه مکتب درسته داریم، نه امنیت درسته داریم. کجای این نظام سالم هست؟ چون در رأس این نظام انسانهای خائن قرار گرفته. من تأکید میکنم، اما میخوام این را بگویم، من این را گفتم که هر انسانی که حامی این نظام باشه، حمایت کنه این نظام، او ظالم هست. این را من نمیگویم، قرآن میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. کسی که حامی ظالم باشه ظالم هست. کسی که پشتیبان ظالم باشه، یک ظالم را حمایت کنه، یک ظالم را تایید کنه. ظالمین امروز سر قدرت آمدن. پس بناهن